آغاز باید که دانی درست سری مایه گوهران از نخست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بعد آن تو توانایی آمد پدید و از او مایه گوهر آمد چهار برآورده بیرنج و بیروزگار یکی آتش برشده تابناک میان باد و آب از بری تیره خاک نخستین که آتش ز جنبش دمید ز گرمی پس خشکی آمد پدید و از آن پس ز آرام سردی نمود ز سردی باز همان تعریف فزود چون این چهار گوهر به جای آمدند ز بحر سیبنجی سرای آمدند گوهرها یک اندر دیگر ساخته ز هر گونه گردن برافراخته پدید آمد این گنبدی تیزرو شگفت نماینده نو به نو ابر 12 هفته شد که خدا گرفته هر کس از آوار جای در او بخشش داد آمد پدید بو بخش داننده را چون سزیر فلک ها یک اندر دیگر بسته شد بی جنبی چوکار پیوسته شد چو دریا و چو کوه و چو دشت و راغ زمین شد به کردوری روشن چراغ ببالید کوه ها آبردمید سری رستنی سوی بالا کشید زمین را بلندی نبود جایگاه یکی مرکزی تیره بود و سیاه ستاره به سر بر شگفتی نمود به خاک اندرون روشنایی فزود همه بر شد آتش فرود آمد ز آب همه گشت گردی زمین آفتاب گیاروس با چنگونه درخت به بالا برآمد سرانشان چو بخت بی بلند ندارد جز این نیروی نپوید چو پویندگان هر سویه و از آن پس جنبیدن آمد پدید همه رستنی زیر خویش آورید خور و خواب و آرام جوید همه و از آن زندگی آرام جوید همه خور و خواب و آرام جوید همه و از آن زندگی کام جوید همه نگویا زبان و نجویا خیرد ز خار و ز خاشاک تن پرورد نداند بد و نیکی فرجام کار نخواهد از او بندگی کردگار چو دانا توانا بود و دادگر از ایران نخواست هیچ پنهان هنر چونین از فرجام کاری جهان نداند کسی آشکار و نهان سخن گفته شد گفتنی هم نمان من از گفته هایم یکی با تو ران نکویی به هر جا چو آید بکار نکویی گزین و از بدی شرمدار سخن هرچی گویم همه گفته‌اند بری باغ دانش همه رفتند اگر بر درختی برومند جای نیابم از بر شدن است رای کسی که او شد زیدی نخل بلند همان سایه او باز دارد گزند توانم مگر پایگاه ساختن بری شاخ آن سری سایه افکن که از نامه ناور شهریار به گیتی بمانم یک یادگار تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روش در زمانه مدان از او هرچه اندرخ با خیرت و اگر بره رمز معنی برد یک نامه بود از گه باستان فراوان بد و اندرون داستان پراکنده در دست هر موبده از او بهره برده هر بیخیرده یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خیرتمند و راد پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همه باز جوست زی هر کشور موبد ساخورد بیاور که این نامه را گیر کرد پرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فراخگوان دل روشنی من چو برگشت از او سوی تخت شاه جهان کرده روی که این نامه رو دست پیش آورم ز دفتر به گفتاری خویش آورم بپرسیدم ز هر کس بیشمار بترسیده ز گردش روزگار مگر خودم درنگ نباشم بسی بباید سپردن بر دیگر کسی و دیگر که گنج وفادار نیست همان رنج رو کسی خریدار نیست زمانه سراسر پر از جنگ شد و جویندگان در جهان تنگ شد زمانه سراسر پر از جنگ بود و جویندگان در جهان تنگ بود ندیدم کسی کش سزاوار بود و گفتار این مرا یار بود زینه که سخن به اندر جهان با آفرین از کیهان و میهان تو این نامه خسروان را بازگوی بعد جوی نزد میهان آبروی چی آورد این نامه را نزدیکی من برافروخت این جان تاریکی من